This is Vancouver Persian Radio. Vancouver Persian Radio. With Abby Mohseni. خب شنوندگان عزیز، همونطوری که خدمتتون عرض کردم در خدمت آقای مجید شهبازخانی هستیم. آقای شهبازخانی ضمن خیر مقدم و شب بخیر خدمت شما. سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این رادیو و شنوندگان این رادیو گذاشتید. درود به شما و شنوندگان شما. آقای شهبازخانی، اگر ممکنه بفرمایید که در هفته‌ای که گذشت سر و صداها در مورد مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ادامه داشت. در این زمینه اگه ممکنه بفرمایید که چه تحولاتی صورت گرفته؟ تحولات عمده‌ای که صورت گرفته بیشتر از جانب آمریکا بوده که خانم شرمن مصاحبه‌ای رو داشتن با کمیته سیاست خارجی مجلس سنا و سیاست‌های آمریکا رو در قبال مذاکرات بعدی که قرار است با جمهوری اسلامی مطرح بشه بیان کردن و درخواست کردن که کنگره آمریکا از اعمال تحریم‌های بیشتر خودداری بکنه. همینطور عکس‌العمل‌هایی که از جانب ایران نشون داده شد نسبت به آقای اوباما مطرح کرده بودند که گزینه نظامی همچنان بر روی میز هست و صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کرده بودند در تقابل با آمریکا. در بعضی جاها گفته شد آقای روحانی رفته بود که با آقای اوباما صحبت بکنه و ارتباط از جانب آقای روحانی بوده با آقای اوباما و ایشون جواب تلفن رو دادند. آیا در این مورد چی درسته؟ آیا آقای اوباما رفت سراغ آقای روحانی یا آقای روحانی رفت سراغ آقای اوباما و آیا این مسائل از ابعاد بین المللی حائز اهمیت؟ بله، با اهمیت هست، از این بابت که نشون میده کشورها در مذاکراتی که میخوان داشته باشند از چه وزنه‌ای برخوردار هستند. در صورت آنچه که موجب شده که این مذاکرات شکل بگیره فشارهای اقتصادی هستی که آمریکا روی جمهوری اسلامی آورده و پیش از مسافرت آقای روحانی به آمریکا این مسئله از جانب جمهوری اسلامی مطرح شده بود که میخوان مذاکراتی رو داشته باشن بین رؤسای جمهوری اسلامی و آقای اوباما که از جانب کاخ سفید برخورد سردی شده بود نسبت به مسئله. اما وقتی که نمایندگان جمهوری اسلامی به آمریکا آمدن از اینکه آقای روحانی توانسته بود با رؤسای پاره از کشورها گفتگو بکنه به عنوان یک مسئله خیلی مهم و تبلیغات وسیع مطرح کردن. اما من حیث المجموع از اونجایی که آقای روحانی به آمریکا سفر کرده حائز اهمیت هست، هرچند که به خاطر شرکت در سازمان ملل متحد هست و ژست هایی که از جانب ایشون گرفته شد از لحاظ دیپلماتیک منظورم هست نسبت به اینکه میخواهند نزدیکی داشته باشن به آمریکا قابل اهمیت هست. اما تلفنی که شما مشخصا راجبش صحبت کردید به این شکل بود که پیش از این از جانب آقای روحانی تماس‌هایی خواسته شده بود که گرفته بشه، اما این تماس‌ها به علت اینکه ایشون از جانب رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به نظر میرسه که اجازه چنین تماسی به ایشون داده نشد، در نتیجه برقرار نشد، مثلا به شکل دست دادن یا یک گفتگوی دوستانه کوتاه مدت در راهروهای سازمان ملل متحد. اما زمانی که آقای روحانی میخواستن نیویورک رو ترک بکنن آقای اوباما با سلفون سفیر جمهوری اسلامی در آمریکا تماس گرفتن و بعد از اون گفتگوی 15 دقیقه‌ای بین آقای اوباما و آقای روحانی صورت گرفت. آقای شهبازخانی اشاره به ژست دیپلماتیک کردید. آیا این ژست ها درست هست گرفته میشه؟ مثلا ایشون قبل از خروج آقای روحانی به سمت آمریکا و برای قهرمانانه پشت خودشون رو به خاک مالیدن که توسط رهبر ایران این ژست نام برده شد اعلام کردند که توانایی این رو داریم که کلیه زیردریایی ها و نیروهای کشتیرانی کشورهای مختلف و اعم از نظامی و غیره همه رو در یک جا در خلیج فارس پارک بکنیم. و زمانی که ایشون بازگشتند برای ابراز خوشحالیشون تکبیر گفته میشه
که و در تکبیر هم که میدونید این بخش تکرار میشه به خاطر اینکه سالها تمرین شده، مرگ بر آمریکا. به نظر شما اینها چه جور ژست های دیپلماتیکی هست؟ اینجور مسائل بیشتر در داخل ایران مطرح هست و اصطلاحاً مصرف داخلی داره. اون مطلبی که شما بهش اشاره فرمودید در مورد نیروی دریایی سپاه پاسداران این صحبت رو کرده بود برای نیروی دریایی آمریکا، بیشتر به یک مزاح شبیه هست، چون پیش از اون آمریکا یک ناو هواپیمابر خودش رو وارد دریای عمان میخواست بکنه و این هیچ مسئله هم پیش نیامد و به طور کلی قابل مقایسه نیست نیروی دریایی آمریکا با نیروی دریایی ایران. از لحاظ نظامی وزنه‌ای که آمریکا داره قابل قیاس نیست با وزن نظامی که جمهوری اسلامی داره. اما خب طبیعی است که اونها در داخل یک چنین مسائلی رو مطرح میکنن. یا آنچه که شما بهش اشاره کردید، آقای خامنه‌ای استفاده کرد بودن از واژه نرمش قهرمانانه، دقیقاً به همون شکل هست که شما بهش اشاره کردید. یعنی ایشون قبل از اینکه اصلا وارد تشک کشتی بشه دارن براش دیکته میکنن که چگونه بایستی پشتش رو به خاک بماله. برای داخل هست که ایشون نرمش قهرمانانه میکنن. تانک آورده بودن توی شیراز، روی دیش‌های ماهواره‌ای رو که از پشت بوم مردم گرفته بودن توی خیابون گذاشته بودن، مثلا تانک ها روی این دیش‌های ماهواره‌ای میتونن مانور بدن. ما در مقابل تانک های آمریکا یا در مقابل نیروی نظامی نیاز به آمریکا هم نداره. حتی منطقه نظیر عربستان سعودی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتونن مانور نظامی بدن. اما اتفاقا اون چیزی که شما بهش اشاره کردید اهمیت زیادی داره که بخش عمده از حیات جمهوری اسلامی ایران به همین شعار مرگ بر آمریکا وابسته هست و ترک این شعار یک چرخش بسیار عظیمی هست در درون خود نظام و این چرخش رو به سادگی و به راحتی نمیتوانند انجام بدن. به همین دلیل نیازمند این هستند که نشون بدن در داخل که ما دارای یک توان بالایی هستیم، ما هستیم که داریم شروط رو میگذاریم و در نهایت روابطی که ایجاد شده یک روابط منصفانه و متعادل نیست از لحاظ هم نظامی هم دیپلماتیک. شما اشاره کردید به منصفانه. خب در سیاست که انصاف وجود نداره، ولی مسئله این است که آیا درست هست؟ احسن. از لحاظ سیاسی در دنیای کنونی در قرن 21، البته برگردیم اگر به چند هزار سال پیش، موضوع چیز دیگری است. دیگه اقوام وحشی نمیدونم برای هم دیگه حمله بکنیم به هم دیگه و نمیدونم شمشیر بکشیم، به اون ترتیب وجود نداره. ولی بر اساس موضوعات سیاسی، علم سیاسی و در قرن 21 چگونه؟ آیا درست این جسچر، این ژست ها؟ مطلب بسیار جالبی شما بهش اشاره کردید. دقیقاً در روابط بین الملل بخصوص بعد از قرن 17 به بعد، تئوری که مربوط به روابط بین کشورها هست یک تئوری واقع بینانه است، یعنی رئالیسم حاکم هست و در زمینه مسائلی که مربوط به منافع ملی میشه با یک نگاه واقع بینانه مطرح میشه بین کشورها. به همین دلیل انصاف در مفهوم روابط بین الملل برمیگرده به وزنه سیاسی که کشورها دارند. از اون بابت که جمهوری اسلامی و آمریکا دارای وزنه سیاسی مشابهی نیستند، روابط نمیتونه یک روابط منصفانه باشه. اما دقت بکنید که این مطلب رو من میخوام روش تاکید بکنم. اما اگر که در ایران یک نظام سیاسی باشه که دموکراتیک باشه، یعنی نمایندگان مردم ایران قرار بگیرن در مقابل نمایندگان مردم آمریکا، اون موقع ما میتوانیم بگوییم که روابط سیاسی که بین ایران و آمریکا میخواد برقرار بشه منافع ملی ما رو به اندازه وزنه سیاسی که داریم میتونه حفظ بکنه در روابط بین الملل. سپاسگزارم آقای شهبازخانی. شما در وبلاگتون مقاله تحت عنوان گزارش وندی شرمن به کمیته سیاست خارجی سنا در مورد مذاکره با ایران منتشر کردید.
خانم وندی شرمن چه سمتی در دولت اوباما داره؟ خانم شرمن معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و سرپرست هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 هست. علت این همه توجه به گفتگوی ایران و آمریکا در چیه؟ علتش این هست که ایران به ساخت سلاح اتمی داره نزدیک میشه و از طرف دیگه سیاست آمریکا در جهت تحریم‌های اقتصادی داره روی ایران تاثیرگذار میشه و رفتار جمهوری اسلامی ایران داره تغییر میکنه. ما چون در یک مرحله گذار قرار گرفتیم، شاهد یک سری تنش‌ها در درون خود نظام جمهوری اسلامی هستیم که میخواد پوست بیاندازه و چهره دیگری رو از خودش نشون بده و همینطور در خارج از ایران در جامعه جهانی دارن مشاهده میکنن که یک دولتی که سرمایه بسیار زیادی رو در جهت دستیابی به سلاح اتمی به کار برده در مرحله قرار گرفته که میخواد دست از دنبال کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای رو کنار بگذاره. سپاسگزارم. یکی از شنوندگان عزیز روی خط هستن، خطشون رو وصل میکنم. سلام عرض میکنم، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. لطف کردین. سلام عرض میکنم خدمت شهباز خانی و خدمت شما. تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ساحات مختلف حیات سیاسی مردم و ملت ایران کشور دوست محسوس شده که نه تنها باعث آرامی خاطر و امیدواری آینده برای مردم ایران می باشد، بلکه برای تأمین مناسبات نیک و خوب کشورهای همجوار و کشورهای شرق میانه در خود توجه جدی است. آیا موقف گیری دولت فعلی ایران با دولت مردان امریکایی در قسمت مناسبات همجواری و کشوری با کشورهای دیگر آیا چیز خواسته‌هایی به میان آمد و یا چیز دستاوردهایی وجود داره یا نه؟ اول من درود می‌فرستم به شما. یک مطلب مهم رو شما بایستی دقت بکنید و اون این هست که آنچه که شما دارید مشاهده میکنید دقیقاً رفتار یک گروه خاصی از روحانیون هست که اینها به علت اینکه زندانهاشون پر از زندانیان سیاسی هست، همه روزنامه ها رو بستن، اینترنت ایران بدترین وضعیت رو داره و یک استبداد بسیار بد و دینی رو در ایران حاکم کرده‌اند، از منافع ملی ایران حمایت نمی کنند بلکه منابع ایران رو در دست گرفتن و اهداف خاص خودشون رو دنبال میکنن. در نتیجه من میخوام سوال جناب عالی رو به این شکل پاسخ بدم که منافع جمهوری اسلامی و طبقه حاکم در ایران در رابطه با کشورهای همسایه به چه شکل است. در این رابطه اونها با کشورهایی که منافع اون گروه رو دنبال میکنن روابط حسنه دارن. نظیر عراق، وقتی که شیعیان تندرو و نوری المالکی که دقیقاً بخشی از اونها دست نشانده‌های خود جمهوری اسلامی هستند، اینها روابطشون با اونها حسنه است. اما در خود عراق وقتی که شما مثلا به کردها میرسید یا به فراکسین هایی که سنی ها هستند و یا میلیون عراق هستند، جمهوری اسلامی با اون گرایش های سیاسی روابط خوبی نداره. همینطور هست روابط اونها با کشورهای دیگه نظیر افغانستان یا پاکستان. ایران با طالبان روابط خوبی نداره. به همین دلیل در مورد کنار گذاشتن طالبان در افغانستان و روی کار آوردن آقای کارزای همکاری بسیار نزدیکی با آمریکا انجام داد، اما در عین حال جمهوری اسلامی روابط خوبی نداره نسبت به مردم افغانستان. حتی همزبانان ما، مردم شریف افغانستان، وقتی که تشریف میارن به ایران، علیرغم خواست مردم ایران، دولت جمهوری اسلامی
فرزندان اونها رو از تحصیل محروم میکنه، اجازه اقامت به اونها نمیده، حقوق طبیعی و بدیهی و انسانی که همزبانان ما در افغانستان دارند رو رعایت نمیکنه. بسیاری از اونها رو در ایران اعدام کرده، احکام بسیار سنگینی رو گذاشته برای اونها، مناسبات بسیار خوبی رو نداره با مردم افغانستان. همینطور با پاکستان و کشورهای دیگه. من میخوام این رو به شما همزبان عزیز به عنوان یک ایرانی عرض بکنم که پاره از رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده نسبت به سیاست‌هایی که داره در رابطه با کشورهای همسایه خواست مردم ایران رو منعکس نمی‌کنه. تشکر محترم. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شنونده عزیزی که تماس گرفتن. شب بخیر میگم به ایشون. آقای شهبازخانی سپاسگزارم از اینکه جواب شنونده عزیز ما رو دادید. سوالی از شما قبلا کردم که جواب دادید در مورد مسئله‌ای که در وبلاگ شما اشاره کردید به مقاله‌ای تحت عنوان گزارش وندی شرمن به کمیته سیاست خارجی سنا در مورد مذاکره با ایران که منتشر کردید. بفرمایید نکات مهم گزارش وندی شرمن به کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا چه بود؟ اولا سناتورها و خانم شرمن تمامی این فضایی که وجود داشت معتقد بودند که تحریم ها بر رفتار جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته و موجب شده که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاد. مطلب دوم این بود که هیچ کدوم از سناتورها اعتقاد نداشتند که صحبت‌هایی که آقای روحانی میکنه قابل اعتماد هست. تأکید خانم شرمن بیشتر بر بی‌اعتمادی به صحبت‌های آقای روحانی و به طور کلی دیپلمات‌های ایرانی بود و مشخصاً این رو بیان کردن که ما اعتماد نمی‌کنیم اما اجازه میدیم که اونها با اعمال و قدم‌هایی که برمی‌دارن به ما اثبات بکنن که اون حرف‌هایی که میزنن صحت داره. مطلب دیگه این بود که خانم شرمن از کنگره خواستن تحریم هایی که کنگره در دست داره تا مذاکرات بعدی که 2 هفته آینده هست به تعویق بیاندازه و ضمناً تأکیدشون روی این بود که جمهوری اسلامی بایستی یک سری پیشنهادات مشخص و معین رو در چارچوبه‌ای که مربوط به NPT و مصوبات شورای امنیت هست گام برداره تا اینکه اثبات بکنه که در مورد مذاکرات جدی هست و نمیخواد وقت بخره. در ضمن از ریپابلیکن ها یا جمهوری خواهان درخواست میکردن که به تعطیلی دولت خاتمه بدن تا اینکه ایشون بتونن کارشون رو بهتر انجام بدن. بله، بخشی از مقاله شما در مورد گزارش BBC از نشست خانم شرمن با نماینده سناست. از دیدگاه شما رسانه‌های اروپایی چگونه موضوع رابطه ایران و آمریکا رو گزارش دادن؟ بسیار بد. در مورد BBC علیرغم اینکه نکات بسیار مهمی توی صحبت خانم شرمن با سناتورهای آمریکا بود، اما آنچه که BBC گزارش داد این بود که خانم شرمن و یا دولت آمریکا انگار که اینها نمیتوانند تحریم هایی که میخوان بر ایران اعمال بکنن برش نظارت داشته باشند و آمریکا در حقیقت داره بازی رو میبازه و خانم شرمن میگن که ما نمیتونیم تحریم ها رو اعمال بکنیم، در حالی که موضوعی که مطرح بود اصلا این نبود. موضوع این بود که ایران در نشست بعدی بایستی پروپوزال مشخصی رو روی میز بگذاره و اون نکاتی که بنده بهشون اشاره کردم. آقای شهبازخانی بفرمایید امروز خبرهایی در مورد سخنرانی آقای خامنه‌ای که در آن به آمریکا حمله کرده بود منتشر شد. به طور کلی گزارش هایی که از ایران میرسه چه چیزی رو نشون میده؟ گزارش هایی که از ایران میرسه نشون میده که چند دستگی در درون حاکمیت وجود داره بر سر مسئله آمریکا. از یک طرف دولت میخواد فضا رو آروم بکنه و مناسبات حسنه‌ای رو با آمریکا برقرار بکنه، دست کم میخواد که تحریم ها رو برداره، برنامه هسته‌ای رو حفظ بکنه و دنبال بکنه. اما از طرف دیگه جریانات سیاسی هستن که فکر میکنن بایستی در مقابل
خواست آمریکا که متوقف کردن برنامه نظامی ایران هست در زمینه‌های فعالیت‌های هسته‌ای ایستادگی کرد و به همین دلیل می‌بینیم که بدبستون‌هایی در داخل خود نظام داره صورت می‌گیره و بخشی از این مسئله هم برمیگرده به این که می‌خواهند تنور رو داغ نگه بدارن تا اینکه یک معامله ای صورت گرفت به مردم نشون بدن که این معامله به سود اونها بوده. اما یک نکته کوتاهی رو من اینجا عرض بکنم، یه مقدار خارج از موضوع بحث هست. فضایی که ایجاد شده موجب شده که قیمت دلار بتونه پایین بیاد یا خیلی از فشارهای اقتصادی میتونه کمتر بشه. اما خود دولت روحانی علیرغم اینکه این مژده رو داده بود به مردم که در صورتی که پیروز بشه قیمت دلار رو پایین میاره، اما بانک مرکزی قیمت دلار رو بالا برده. یا سیاست‌های اقتصادی که همین امروز اعلام شد در مورد اینکه یارانه‌ای به لبنیات تعلق نمیگیره باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده و سیاست اقتصادی خود دولت مطابقت نداره با وعده‌هایی که به مردم داده بود. البته دلایل خاص داره که خارج از این موضوع است. امیدوارم یک بار بتونیم مسئله اقتصاد جمهوری اسلامی رو و موضعی که دولت داره تو این زمینه رو دنبال بکنیم. در یک کلام خلاصه بکنم، سیاست‌های کلی دولت در رابطه با مسائل ارزی و همینطور پرداخت یارانه‌ها و سوبسیدها با دولت احمدی نژاد تفاوتی نداره. بسیار سپاسگزارم آقای شهبازخانی. آیا به نظر شما بین ایران و آمریکا رابطه ایجاد خواهد شد؟ اینکه آیا بین ایران و آمریکا رابطه ایجاد خواهد شد یا نه، من فکر میکنم که این رابطه قطع نشده که بخواد ایجاد بشه. جمهوری اسلامی از همون ابتدای کار همواره با آمریکا رابطه داشته، منتها این روابط بعضی مواقع حسنه بوده، بعضی مواقع نبوده. روابط رو در دوران که گروگانگیری حتی صورت گرفت می‌بینیم که در اوج خودش بوده، مسافرت هایی که از جانب مکفارلین مثلا به ایران شده بود و اینها بعداً رو میشه، یا روابطی که ایران سر مسئله افغانستان، من اشاره کردم به همزبان عزیز خودمون که وجود داشته. همین حالا هم باز به همین شکل است. حتی قبل از اینکه روحانی بخواد بیاد با آمریکا صحبت بکنه این مذاکرات در سطوح گوناگون وجود داشته، منتها به مردم نمیگویند. یعنی اون شعاری که شما بهش اشاره کردید که در نماز جمعه یا جای دیگه مطرح میکنن یا سپاه پاسداران مطرح میکنه الله اکبر الله اکبر، بعد مرگ بر آمریکا میگویند، شعار رو میدن، اما از طرف دیگه با آمریکا همواره در حال مذاکره بودند و این چیزی نیست که ما بگیم که آیا الان مذاکره انجام خواهد شد. آنچه که الان اتفاق افتاده این هست که مذاکرات دیگه به مرحله رسیده که بایستی جمهوری اسلامی دست از غنیسازی اورانیومش برداره، در نتیجه بایستی قراردادی رو با جامعه جهانی امضا بکنه و آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای این جامعه جهانی در یک گروه 5 به علاوه 1 از جانب سازمان ملل متحد عضو هست و وارد این مذاکرات شده. و من به طور کلی فکر نمی کنم که در ماهیت روابط جمهوری اسلامی و آمریکا در این مذاکراتی که فعلا در حال جریان هست تأثیر عمیق و چندانی گذاشته بشه، برای اینکه اون ماهیت تغییر پیدا بکنه و روابط ایران و آمریکا به یک مرحله مناسبی برسه کمی طول داره و بعد از شکست جمهوری اسلامی از جانب آمریکا شکل خواهد گرفت و یا اینکه سرنگونی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن یک حکومت مردمی در ایران. یعنی اینطور که میفرمایید بعد از این نرمش قهرمانانه احتمال داره که دومین جام زهر و جمهوری اسلامی سر بکشه. بله دقیقاً. ببینید جریان مشخص، من ساده بگم خدمت شما، به این شکل هست که جمهوری اسلامی در تقابل با جهان غرب و به طور کلی دنبال کردن مسئله هستی خودش شکست خورده و اندازه 750 تا نیروگاه اتمی تا حالا فقط هزینه کردن برای پیشبرد برنامه‌های هستی خودشون. ممکن است که غرب اینها اجازه بده که 2 تا نیروگاه هم داشته باشن و سانتریفیوژ چند تایی داشته باشن و 3.5% برای خودشون تولید بکنن، بقیه دیگه از کار خواهد افتاد. و این شکست جمهوری اسلامی است در دنبال کردن برنامه‌های اتمی خودش. به دنبال اون شکست‌های بعدی جمهوری اسلامی خواهد آمد و اینجاست که تقابلی که بین این نظام و غرب صورت میگیره ممکنه به سرنگونی این نظام در اون حالت و غرب و آمریکا داره تلاش میکنه
که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه بداره تا اینکه بتونه بهتر و طولانی‌تر از منابعی که در ایران هست استفاده بکنه. یعنی الان جمهوری اسلامی برای آمریکا ضرر چندانی نداره، سودش به مراتب بیشتر هست.